بدون اینکه از مرجعیت اون وزارت بهداشت بوده باشد اومدن کسب و کارها اینا رو فعالیت دادن تو این حوزه رقومی سلامت. متولی اولش کیه؟ وزارت بهداشت. با حرفای پاپولیستی راه به جایی نمیبریم. اگر چیزی رو ما بهش آگاه نیستیم دلیل بر عدم وجودش نیست. دوستان میخوان تو بحث تنظیمگری هم ورود کنن. دوستان دارو رو به عنوان کالا میبینن. من یه سوال پرسیدم چرا به تکلیف عمل نمیشه؟ یه دوستی یه موقعی تو این کشور بیدار میشد میگفتش که منم صبح فهمیدم. چرا شما صبح باید بفهمید؟ آیتی باید در خدمت ما باشد. الان برعکس شده. دوستان توقعشون اینه که من حوزه سلامت برم در اختیار آیتی باشم. همین چیزی نیستش. جلوی دوربین میگم این حرف کاملا خلاف واقعه و کاملا حرف پوپولیستی و ژورنالیستیه. آقای دکتر کسی که خودش رطب میخوره نمیتونی به کی بگی رطب. شما این کسب و کار میکنین، اتفاقا تضاد منافع هم دارین، منتها اینو نمیخواین بگید. کسب و کار به معنایی که شما میگی چیپس و پفک نیستش. خدا وکیلی. بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان سلام. خوش اومدید به این قسمت از برنامه میدان دانشگاه. ما در قسمت 40 برنامه میدان دانشگاه در خدمت جناب آقای دکتر صبور، قائم مقام رئیس کل سازمان نظام پزشکی تهران و همچنین عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان کشور بودیم. یکی از موضوعاتی که توی این برنامه بسیار حاشیه‌ساز شد و بازخورد داشت، موضوع ورود پلتفرم‌ها در توزیع دارو در سطح کشور بود. این قسمت بنا داریم تا حول این موضوع مناظری رو برگزار کنیم با یکی از افرادی که در حوزه پلتفرم‌ها و اقتصاد دیجیتال در حوزه سلامت فعالیت می‌کنند، جناب آقای مهندس خدادادی، رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانه کشور. من به دو بزرگوار سلام عرض می‌کنم. اگر که سلام علیکی دارید ابتدای برنامه رو در خدمتتون باشیم و بعد انشالله من طرح بحث مناظره داشته باشم. بفرمایید. بفرمایید. به نام خدا عرض سلام دارم خدمت همه عوامل برنامه، بینندگانتون. تسلیتم عرض میکنم ایام محرم و امیدوارم که خروجی برنامه به نحوی باشه که مفید فایده باشه برای کشور. در خدمتتون هستم. آقای خدادادی در خدمتیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت همگی. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. ممنونم بابت دعوتتون. امیدوارم که این گفتگو کمک بکنه به روشن شدن موضوع و تسهیل فضای کسب و کار در حوزه سلامت دیجیتال. زنده باشین. آقای مهندس خدادادی اگه موافق باشین اول با شما شروع کنیم بحث رو. یه فیدبکی از شما بگیریم حول در واقع برنامه گذشته‌ای که ما با آقای دکتر صبور داشتیم که شما یه سری نکات رو می‌خواستید درونش مطرح بکنید. یه مقدار توضیح بدید که در واقع موضوعاتی که براتون مسئله بود چیاست تا بعد کم کم بحث رو شروع کنیم. ممنونم از شما. من اگر بخوام وارد گفتگو بشیم قبلش ترجیح میدم که یک مسیری رو که تو حوزه دارورسانی ابتدا به ساکن تا امروز مستند به قانون و اتفاقاتی که توی کشور افتاده خدمت شما و بینندگان عزیز عرض بکنم و در ادامه حالا نکات و موضوعاتمون رو هم خدمت شما عرض بکنم. ببینید فضا و موضوع دارورسانی اساساً از زمانی توی ایران شکل گرفت که بعد از اتفاقاتی که توی کرونا رخ داد و چالشایی که مردم باش مواجه بودن برای موضوع بیماری کرونا و تردد در محل‌های سلامت محور و اینها، به هر حال پلتفرم‌ها وارد شدن و با یک خدمتی که موضوع دارورسانی و اینها اتفاق می‌افتاد یک کمک شایانی اتفاق افتاد برای مردم تو حوزه دارورسانی و تو حوزه‌های دیگر مثل بحث ویزیت آنلاین پزشکی و موضوعات دیگری که وجود داشت. در مصوبه 5/4/1401 هیئت وزیران با موضوع حمایت از کسب و کارهای دانش بنیان حوزه سلامت دیجیتال یا حالا برابر سند رقومی توی ماده 8 تبصره 2 یک تکلیف قانونی رو به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و وزارت ارتباطات محول شد که ظرف 2 ماه باید دستورالعمل دارورسانی در کشور تدوین و ابلاغ بشه. داریم در رابطه با تیر ماه 1401 با هم دیگه گفتگو میکنیم و قرار شد که به هر حال یک تکلیف قانونی مصوبه هیئت دولت یک تکلیف قانونی به 2 تا وزیر اتفاق افتاده و باید انجام میشه.
این مصوبه علیرغم اینکه به هر حال یک تکلیف قانونی برای درون دولتی بود، به دلایل مختلف متاسفانه ماها عقب افتاد و تا اردیبهشت ماه سال 1403 8/2/1403 دستورالعملی توسط وزیر بهداشت و وزیر ارتباطات با امضای دو وزیر وزارتین ابلاغ شد و این دستورالعمل روی پایگاه ملی قوانین قرار گرفت. یک دستورالعمل 12 ماده‌ای که خیلی شفاف و واضح اعلام کرده بود که وضعیت به چه صورتیه و موضوعات و موارد به چه صورتی. در کنار اون ما یک مصوبه 77م هیئت مقررات زدایی رو داریم که توی جلسه 77مش بند جیمش صراحتاً اونجا هیئت مقررات زدایی اعلام کرده که کسب و کارهایی که تو حوزه دارورستانی میخوان فعالیت بکنن نیاز به اخذ مجوز ندارن و پروانه کسب اتحادیه کسب و کارهای مجازی رو اگر داشته باشن کفایت میکنن و به عنوان پلتفرم و تسهیلگر میتونن تو این حوزه فعالیت بکنن. خب 8/2/1403 دستورالعمل ابلاغ شد و قرار بود که اجرایی بشه و پیش بره. همونطور که مستحضرین 22 روز بعد اون اتفاق و حادثه بر شهید رئیسی افتاد و دولت اتفاقاتی که پیش اومد و انتخابات و دولت جدید که در سر کار اومدن نگاهشون این بود که ما این دستورالعمل قبول نداریم و باید دستورالعمل جدیدی نگارش بشه. جلسات متعددی توی مجلس، کمیسیون اصل 90 و غیره برگزار شد و اونجا مسئله این بود که خب به هر حال اگر که دولت دستورالعمل رو هم قبول نداره، سازوکار ویرایشش در دستورالعملی که در دولت قبل ابلاغ شده وجود داره و اساساً به لحاظ قانونی هر آن چیزی که به عنوان مقرره و دستورالعمل روی پایگاه ملی قوانین قرار میگیره لازم الاجراست برای همه و هیچ کسی نمیتونه از اجراش تخطی بکنه، به منزله قانونه. خب دولت ماها رفت و برگشت و عقب و جلو و اینها. متاسفانه دولت اون دستورالعمل رو اجرا نکرد و هی هر ماه بعد اعلام میکنیم تا رسید خلاصه بعد از کش و قوس‌های فراوان و بارها جلسه توی مجلس و دستگاه‌های نظارتی و غیره رسیدیم به 14/7/1404. دولت آن چیزی که مطلوب خودش بود بدون مشارکت بخش خصوصی علیرغم مفاد صریح قانون فضای تحصیلی کسب و کار که اجبار کرده به دستگاه‌های دولتی که در حین مصوبات و دستورالعمل‌ها باید نظرات بخش خصوصی رو بگیرن. در پشت درهای بسته دستورالعمل تدوین ابلاغ شد 14/7/1404 تا به امروز که من خدمت شما هستم در اون دستورالعملی که مورد قبول و پذیرش دولت به صورت یک طرفه بدون مشارکت بخش خصوصی بوده و باید ضوابط حمل ابلاغ میشد که بخوام پلتفرم شروع فعالیت کنن. از 14/7/1404 تا به امروز یک جلسه توسط سازمان قضا و دارو به عنوان متولی برگزار نشده که بخواد دستورالعمل رو ضوابط ذیل دستورالعمل رو ابلاغ بکنه. الان پلتفرم‌ها دارن با چه دستورالعملی پس کارو پیش میبرن؟ الان عرض میکنم. به همین جهت هفته گذشته هم جلسه‌ای در هیئت مقررات زدایی بود و اونجا هم سازمان قضا و دارو تعهد و قول داد، مستنداتش هم هست که ظرف 1 ماه این تأخیر به وجود آمده رو جبران بکنه. حالا نکته چیه این وسط؟ نکته این است که چرا سازمان قضا و دارو به تکالیفش عمل نمیکنه؟ آیا پلتفرم ها میخوان خلاف قوانین عمل کنن؟ خیر. آیا تولیت نظام سلامت و رسمیت نمیشناسن؟ خیر. آیا قائل به تنظیمگری بخشی یک نهاد نظارتی تخصصی در حوزه سلامت نیستن؟ هستن. مسئله کجاست؟ این سوالی است که باید یک طرفه بهش پاسخ داده نشه. باید واکاوی کنیم، اطلاعات و گذشته رو ببینیم. حالا پلتفرم ها، من تا همینجا سوابق رو کوتاه بکنم. پلتفرم ها الان به استناد به چی دارن فعالیت میکنن؟ به استناد رأی هیئت مقررات زدایی. هیئت مقررات زدایی طبق قانون تشکیل شده، از نماینده قوه قضاییه دستگاه‌های مختلف توی هیئت مقررات زدایی حضور دارن و رأیی که هیئت مقررات زدایی صادر می‌کند هر شخصی در این مملکت از اون تبعیت نکند جرم انگاری شده برابر قانون مجلس.
و رأی هیئت مقررات زده. اینا قوانینه. اگر می‌خواهیم به قوانین احترام بذاریم و قوانین رو محترم بشماریم. آقای مهندس، من چون فقط وقتو دارین دیگه، یعنی چون الان شما من فکر کنم 7 دقیقه صحبت آره 7 دقیقه صحبت کردین. الان بریم سمت آقای دکتر صبور. 7 دقیقه هم شما بفرمایید. ببینید الان ایشون خب بحث‌های حقوقی کردن. من اصلا این به اصطلاح این حوزه فعالیت حقوقی نبود آقای دکتر، سوابق نه بود. سوابق بود. ببینید معضل بزرگ ما اینه که حالا به نظر من خود وزارت سمت و وزارت ارتباطات یه مشکل بزرگی که داشتن به منظور اینکه فضای کسب و کار رو حالا به نوعی ترویج کنن، یه سری استارتاپ ها رو آوردن و فعالیتشون رو گسترش دادن و تو حوزه دارو و درمان که یه حوزه تخصصیه، بدون اینکه از مرجعیت اون وزارت بهداشت بوده باشد، اومدن کسب و کارها اینا رو فعالیت دادن تو این حوزه و الان عملاً خب دوستان هزینه‌های خیلی زیادی کردن برای سکوهاشون و وزارت سمت باید پاسخگو باشه، نیست. وزارت ارتباطات باید پاسخگو باشه، نیست. تمام ادله اینا گفت. شما ببینید ایشون تمام صحبتایی که کردن هیچ گونه اشاره به کمیسیون‌های تخصصی حوزه سلامت نکردن. گفتن اصل 90 هیئت مقررات‌زده‌ای. ببینید از اول از مسیری رفتن که وزارت بهداشت دور بزنن. خود ایشون میدونه، منم میدونم. من و ایشون گمون کنم جز آدمایی هستیم که 5-6 ساله تو تمام این کمیسیون‌ها رفتیم. من برای مثال عرض میکنم، من گمون کنم همون سال 1401 یا ماه رمضانی بود اگر اشتباه نکنم، چهارشنبه‌ای بود که 1-2 روز بعدش عید فطر بود. خب ما رفته بودیم مجلس، وزیر بهداشت رو می‌خواستن استیضاح کنن، ما تو کمیسیون بهداشت دعوت بودیم. من اومدم بیرون دیدم که اتفاقی کمیسیون اصل 90 برای بحث همین پلتفرم‌ها جلسه است. خب ما هم رفتیم اونجا، گفتیم آقا اجازه است ما بریم تو کمیسیون. اون دبیرش اجازه داد، رفتیم. ببینید من میخوام موقعی که بگم اگر میخواست کار تو مسیر خوبیش باشه، جالبه که من خب اون موقع تو نظام پزشکی سمتی نداشتم، ولی رفتم تو اون کمیسیون دیدم، حالا نمیدونم کمیسیون اصل 90 ایشون میدونه، بزرگترین کمیسیون مجلسه، یه بزرگیه. به جز من از حوزه سلامت تو بخش خصوصی هیچ کس نبود. اونم من رفتم، یعنی اصل 90 ما رو هم قابل ندونست دعوت کنه، ولی از اون طرف تا این سمت راست ما همه سکوها بودن. خب این یعنی چی؟ من نمیدونم. اگر قرار تعاملی صورت بگیره، خب همون اول مسیر رو درست بریم که بتونیم این اتفاق خوب رقم بخوره. ما هیچ مشکلی با فضای مجازی نداریم، خدمتتون عرض کنم به هیچ عنوان. اصلا نبود که ما اصلا نسخه الکترونیک نمیتونستیم بپیچیم. الان با این حجم از کار اگر ما نسخه الکترونیک نمی‌کردیم، حالا مشکلات داره نسخه الکترونیک ها، باگش خیلی وحشتناکه. اونو باید بعداً خاصی جلسه من میام بهتون میگم. میخوام بگم که ما نسخه الکترونیکی داریم میپیچیم. اگه می‌خواستیم مقاومت کنی که میامدیم همون سیستم سنتی دستی انجام میدادیم. منتها ما با روش نحوه کاری که دوستان میخوان ورود کنن به شدت مخالفیم. منی که در اینجا میبینیم، من داروسازی هستم که 5 سال عضو شورای عالی انتظامی نظام پزشکی کل کشورم، یعنی پرونده‌های انتظامی میاد اونجا. ما 13 نفریم، متخصص زنان زایمان داریم، متخصص قدرت داریم، یه قاضی از دیوان عالی کشور هست، منم داروسازشم. پرونده‌ای که میاد اونجا من نظر دارویی میدم. خب خواستیم بیاین اونجا، من بهتون با حفظ آبرو بهتون نشون. پرونده‌ای داریم که توی همین حوزه رفتن دارو خریدن، خودکشی کردن، فوت شدن. حالا خواستین پخشم نکنین چون بعد آزمودی داره، ولی کی پاسخگوه؟ من صحبتم اینه که من با کلیت صحبت آقای مهندس هیچ مشکلی ندارم. من با ورود سکوها، پلتفرم‌ها موافقم. بالاخره علم روزه، نمیتونیم در مقابلش مقاومت کنیم. به شدت هم موافقم، ولی با این نحوه که ما بیایم چیپس و پفک با دارو یکسان ببینیم، با این به شدت مخالفم. چون دارو کالایی نیستش که بدون هیچ گونه رگولاتوری و تنظیمگری ما بخوایم عرضه کنیم و به راحتی در دسترس همه قرار بدیم. جالبه که الان من صبور تو داروخانه اگر بخوام یه دارو مخدر رو بفروشم، دادگاه انقلاب اولین جایی که میرم. خب ببینید چه پتانسیلی، چه حمایتی داره میشه از اینا که به راحتی دارن داروی مخدر میفروشن. خواستی الان گوشیتون رو بیاره، من جلو خودتون خرید آنلاین میکنم. از سکوهایی که از وزارت سمت مجوز دارن، هیچ کم باشون کار نداره. حالا بحث گرام فروشی و اینا رو میذاریم کنار که من باید برم تعزیرات پاسخگو باشم، ولی پاسخگو نیستم. ما کل صحبتمون اینه که ما به پلتفرم‌ها نیاز داریم، مشکلی هم باشون نداریم،
ولی باید تنظیمگری باشن، تو حمل دارو کمک ما کنن، ما هیچ مشکل نداریم. ولی بحث نسخه پیچی و اینکه ما نسخه رو ببینیم مال چه تخصصی، فیلترهای متخصصای مختلف رو رد کنیم، دارو آماده باشه، تو بحث حملش با استانداردهایی که داروه. الان ببینید، حالا منم چقدر وقت دارم؟ الان حدود 2 دقیقه. خب ببین الان دارو مثلا زنجیره سرد داره. الان خب بعضی از پزشکا میگن که آقا فلان دارو که باید حتما زنجیره حملش رعایت بشه، میگن آقا چرا مثلا یه بار میخریم خوبه، دفعه دوم میخریم بده، یعنی تاثیر نداره. تمامش هم این سبکا میخرن. خب من به صراحت بهشون میگم اگر واقعا بچنامبر رو همه چیزش اوکیه، یک علت بیشتر نداره، اونم که زنجیره سردش رعایت نشه، تو هیچ نظارتی روش نیست. طرف میاد خدا تومن پول میده دارویی رو میخره برای یک درمانش و ببینه هیچ تأثیری نداره. حالا بگذاریم که قاچاق هست و به اصطلاح یه ایدیای خیلی تقلبی مثلا فاجعه بار اون حوزه. کل صحبت من اینه که ما باید تو این حوزه سلامت هم پیش قدم باشه که هست، ولی با تنظیمگری که باید انجام بشه. حالا ایشون یه قانون رو گفتن، ما بالاترین قانونمون قانون توسعه هفتمه. بله. قانون توسعه هفتم حوزه سلامتش اگه اشتباه نکنم ما ماده 69 هست و 71 یا 72، حالا اون دقیق ذهنم نیست، ولی به صراحت اونجا گفته حوزه رقومی سلامت متولی اولش کیه؟ وزارت بهداشت. حالا ایشون قانون گفت قانون توسعه هفتم بالا دست میکنه. و اگرم وقت داریم یه نکته هم بگم تمام. خب آقای مهندس، شما نظرتون در مورد این موضوع چیه؟ والا من آقای دکتر من خیلی برشون احترام قائلم. تو این مرحله من واقعا صحبت مشخصی واقعا از آقای دکتر نشنیدم. یه بخشی از من یه سری نکات و موضوعات رو من عرض کردم. من واقعا خواهشم اینه که ما بارها هم راجع به موضوع صحبت کردیم. اگر میخوایم به نتیجه برسیم، شما علی سوال اول چرا وزارت بهداشت نیومدی؟ با استدلال ها و حرف های ژورنالیستی راه به جایی نمیبریم، با حرف های پوپولیستی راه به جایی نمیبریم. من دارم حرف تخصصی و حرف مشخص میزنم. من نکاتم و فنی تخصصی میگم. آقای دکتر اگه تمایل دارن بحث به غیر تخصصی و حاشیه بره، من نمیام این طرفی. من سوالات تخصصی فقط جواب میدم. من فقط سوالات تخصصی جواب میدم. حرف‌های ببخشید عذرخواهی میکنم آقای دکتر غیر تخصصی و زرد و ژورنالیستی قابل تکان نیست. من فقط من از این مسیر واقعا پاسخی نمیگیریم. من تمام حرفام اوییدنس بیس تخصصی و بود. اوییدنس نبود آقای دکتر. شما میگین که طرف رفته دارو خورده خودکشی کرده فلان، که این چه حرفیه آقای دکتر؟ سوال دارم از شما. آقای دکتر شما اگر عضو کمیته نظام پزشکی هستین باید با اوییدنس حرف بزنید. شما اگر دوره قبل تو مجلس شورای اسلامی، آقا من دیگه اینا دارم جلوی دوربین میگم، تو مجلس شورای اسلامی اینقدر که اصل 90 دوستان دعوت کردن، یک بار اگر نظام پزشکی دعوت شده بود به عنوان کارشناس حوزه سلامت، حرفشون درسته. شما ببین اصل 90 هر چی بوده ما خودمون رفتیم اونجا گفتیم آقا ما هم هستیم. حالا من که عذرخواهی میکنم، من که آقای دکتر من نماینده مجلس نیستم. شما اگر نقدی به مجلس دارید که شما اونجا مشکل داشتید، من نقدی که حالا آقای دکتر اجازه بدیم از این حرفا، واقعا این شما لابی میکنید و اینا یه سریش به هر حال هم اتهامه. امیدوارم به هر حال شما عضو میفرمایید من شورای نظام پزشکی هم حقوقی دارید، میگید حقوقی، من متوجه نمیشم، صحبت نمیکنم، اما دارین کار حقوقی میکنید، اما اتهام میزنین، میگین شما دارین لابی میکنید. اینا به هر حال بار داره. من وارد این فضا نمیشم، زمانم محفوظه. من به نظرم آره الان زمان خودتون من راجع به مسائل تخصصی حرف غیر تخصصی من پاسخ برش ندارم. زرد و ژورنالیستی. یه لحظه من اول سوال قبلی رو بپرسم. الان تو وقت خودتون
2 دقیقه‌اش رفته، حالا داشته من باشیم که حرف دیگه. نزدم که. الان من وقتو دارم، کامل دارم. نه الان من حرف زدم. نه الان نگه داشتیم. الان نگه داری. من الان بذار من فقط اینو بگم، سوالی که حالا خودم زمانه دارم. آره سوالی که حالا هم بچه‌ها اتاق فرمان هستن هم منم خب. اینجا دارم. سوالی که مشخصا آقای دکتر صبور مطرح کردن اینه که آیا شما تو فرایند حالا کار پلتفرمتون که داشتید پیش می‌بردید آیا وزارت بهداشت رو دخیل کردید یا نه؟ سوال بعدی به نظرم میتونه این باشه که تو حوزه فنیش آیا پزشکان حوزه‌های تخصصی هم ورود داشتن تو کارتون یا نه؟ ببینید من خدمت شما عرض بکنم اینا مستنداتش موجوده. اگر چیزی رو ما بهش آگاه نیستیم دلیل بر عدم وجودش نیست. تمام جلساتی که برگزار شده ذیل کارگروه اقتصاد دیجیتال برای دستورالعمل اولیه نماینده وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو در تمامی جلسات حضور داشته، صورت جلساتش موجوده. همین الان میتونین تماس بگیرین با آقای دکتر باقری است، دبیر وقت کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال که جلسات رو پیگیری میکردن و جلو میبردن. بفرمایید آقای دکتر مظهری همین الان رئیس مرکز فاوای وزارت بهداشت، نمیدونم دوستان عزیزی که دوستان دیگری که از وزارت بهداشت حالا دیگه من اسم نمیبرم تو جلسات حضور داشتن و گفتگوها شکل میگرفته. در یک جای حتی خیلی از مسیرها و جاهایی بوده که مستندات قانونیش وجود داره. جلساتی برگزار شد حتی بعد از اینکه دوستان اومدن گفتن آقا ما دستورالعمل قبلی رو قبول نداریم. جلساتی با محوریت من زمانه اون نزده بودم جلساتی با محوریت وزارت ارتباطات در اسفند ماه سال 1403 بهمن ماه 1403 شروع شد. در وزارت ارتباطات شاهد و ناظره، نماینده سازمان غذا و دارو بوده، بخش خصوصی بودن، گفتگو کردیم. پس ببینید این که بگیم شما رفتید از مجاری غیر تخصصی موضوع رو فالو کردین اصلا اینجوری نیست. ما وقتی شما که نه شما فرمودین که شما از مجاری تخصصی شما فرمودین که از مجاری تخصصی پیگیری نکنید. سوالشون آقا این 20 ثانیه هم محفوظه. شما فرمودین که آقا از مجاری تخصصی. پس ببینید تمام اینا اویدنسش هست، مدارکش هست، شواهدش هست که موضوع پیگیری شده. اما آقای اسم شریف شما رو من فراموش کردم، من کوکبی هستم. آقای کوکبی عزیز، اما زمانی که یک دستگاه نظارتی، دستگاه اجرایی علیرغم تمام گفتگوها و جلو رفتنها و پاپیش گذاشتنها نتیجه نمیدهد، من هم کاری نکردم. کمیسیون اصل 90 مجلس بنابر وظیفه ذاتیش که پیگیری قوانین رها شده است و ترک فعلاست اومده جلسه گذاشته، گفته آقا چرا دولت به مصوبات دولت عمل نمی کند؟ خب ببخشید ایشون میفرمایند که ما لابی کردیم. من همینجا خواهش میکنم کمیسیون اصل 90 از آقای دکتر سوال حقوقی کنن و بررسی کنن که ایشون در برنامه زنده تلویزیونی گفتن که مجلس شورای اسلامی تحت لابی بخش خصوصی است و خواهش میکنم کمیسیون اصل 90 این موضوع رو از آقای دکتر پیگیری بکنن چون این حرف بار حقوقی داره. این حرف بنابراین هم ما مسیر پیش رفتیم، هم تخصصی موضوع رو پیگیری کردیم، هم مسائل و مواردی که وجود داشته فالو کردیم. این از سوال شما که شما خیلی ممنونم که سوال تخصصی پرسیدین. سوال بعدیتون از من چیه و چقدر زمان دارم تو مرحله نگه داریم؟ الان 5 دقیقه شما صحبت کردین، 6 دقیقه از اتاق من فقط یه سوال بپرسم و از زمان خودم یه سوال بپرسم. ببینید عزیزانی که دارن برنامه رو تماشا میکنن، یک سوال شفافه. چرا سازمان غذا و دارو به تعهدات قانونیش عمل نمیکنه؟ سوال خیلی خیلی تخصصی جواب بدن. چرا از سال 1401 اصلا ما رو ول کنیم؟ آقا اصلا بخش خصوصی رو بذاریم کنار، پلتفرم رو بذاریم کنار. ما برای سازمان غذا و دارو احترام قائلیم، برای تولیت نظام سلامت احترام قائلیم، همه رو به رسمیت میشناسیم. اولش هم عرض کردم چرا بعد از گذشته این همه زمان انجام نمیشه؟ 2 انجمن داروسازان چرا انقدر مخالفت میکنه برای اینکه این موضوع به نتیجه نرسه؟ بریم سمت آقای دکتر صبور. الان به من گفتن که
زمانتون 7 دقیقه و 50 ثانیه بود. 7 دقیقه و 50 ثانیه. ببینید من پس سوالی منم که اینتراپ میکنم متشکرم. صحبت‌های نه ایشون که با حذف اونا. نه ببینید- واقعا نبودین. الان چک کردیم. ببینید حالا من چیزی بفرمایید. که دوستمون آقای مهندس گفتن من اینو میگم، الان پاش هستم. اون مجلس قبل گفتم اصل 90 چرا همش دوستان دعوت میکردن، این شایبه ایجاد شد. الان میگم اگر تو اون دوره که اینقدر دوستان رفتن اونجا یک بار رسما اونجوری که این دوستان دعوت کردن نظام پزشکی اصلا انجام نمیشه، ببینیم به عنوان متولی سلامت تو بخش خصوصی دعوت شده یا نه. آقا اینه که دیگه ما میتونیم رصد کنیم. نه. از زمانی که آقای شجاعی بودن اصل 90 تا آقای نماینده مشهد هستن، اون فراموش کردم اسمشونو که الان هستن اصل 90، ببینید تو اون دوره ما رو دعوت کردن اصلا تو اون من که میگم معنی به جایگاه حقوقیمون دعوت نکردن. آقای مهندس حرف از قانون میزنن. ببینید آخرین مصوبه‌ای که انجام شده، من که قانون توسعه هفتم دارم خدمتتون عرض می‌کنم، قانون میتونید نگاه کنید. ببینید وزیر بهداشت به علاوه وزیر ارتباطات اینجوری که ایشون یه دونه مصوبه‌ای دارن که خودش میتونه، یه کمیته 7 نفره تشکیل شد که این حوزه رو سرسامون بده. 3 نفر از وزارت ارتباطات که حالا اون میدونه، 3 نفر از وزارت بهداشت، 1 نفر هم مرزیات طرفین. خب ایشون بیان بگن چرا دادن زیر میز بازی کل بازی رو بردن رو هوا؟ قبول ندارن، میگن سر ما رو کلاه گذاشتن. کی قبول نداره؟ شما. کی گفته؟ بله، کجا گفته؟ کمیسیون بردن رو هوا. همین آقای باقری است و دیگران کمیسیون 7 نفره چرا نمیذارن کار کنن؟ خلاف واقع. چرا نمیذارن کار کنن؟ الان آقا کمیسیون همین میشه استعلام کرد. تایم خودتون کمیسیون 7 نفره ببخشید که همین نکته‌ای که ایشون میفرمایند همین الان شما آقای محضرنیا رو بیارین روی خط، بفرمایید نماینده سازمان غذا و دارو در جلسه سه‌شنبه هفته گذشته در هیئت مقررات زدایی آیا آقای دکتر مقدم گفتن که ما جلسات رو برگزار نکردیم و یا نه؟ هست دیگه. حالا ببینید یه دستورالعمله که این کمیته 7 نفره باید بیاد سر سامون بوده. خب چرا سرتون؟ به خاطر اینکه حالا دوستانی که از اونور بودن گفتن که این بندایی که تو اون اومده به قول معروف دعوت به جلسه کردن آقای دکتر. بله. مستندات بدین دعوت به جلسه. خودت داری میگی هفته پیش ما رو دعوت کردن دیگه. نه جلسه کمیسیون 7 نفری که سازمان غذا و دارو کمیسیون برای من خود دوستان بردنش رو هوا. الان هم کمیسیون با اون معنایی که باید تشکیل جلسه میداد تشکیل جلسه نداده. ببینید من یه بار دیگه دارم تکرار میکنم، ما تو بحث حمل دارو با بحث سکوها هیچ مشکلی نداریم به شرطی که قوانین رو رعایت کنن. منتها تو بحث فروش و دخالت در امر نسخه ما به شدت مخالفیم، چون بالاخره یه هیئت تخصصی هست گفت آقا یه فیلتر نسخه داره، نسخه باید بالاخره صلاحیتش و اصالتش تایید بشه که متاسفانه این بخش رو دوستان قبول ندارن. الان عملا چیزی که با وزارت بهداشت مشکل دارن میگن آقا ما باید از همون اول یوزر پس، کد ملی، نسخه، همه چی نسخه رو ما ببینیم، ما بدونیم چیکار می‌خوایم بکنیم. خب این اگه قرار باشه پس من وزارت بهداشت چیکارم؟ کل صحبتی که میگم بحث کلیت قضیه اینه که دوستان میخوان تو بحث تنظیمگری هم ورود کنن. اینه که باعث داده چالش شده، وگرنه اگر تو بحث هم ایشون اینا چی میگن؟ دوستان میگن که ما مریض رو وصل میکنیم به یه جایی، ما تسهیلگریم. ولی این تسهیلگرشون الان شما برو خرید کن، چه تسهیلگریه که نقطه مقصد رو کاور کردن. توجیهشون اینه که اگه بفهمه وزارت بهداشت باش برخورد میکنه. بله مجوز نداره، مجوز عرضه و فروش دارو دست وزارت بهداشته. هر موقع این مجوز رو داد شما بیان تشریف بیارین داخل ورود کنید. ولی کل بحث این موضوع میگم یه بارم خدمتتون عرض کردم، فرق دیدگاه ما با دوستان اینه که این دوستان دارو رو به عنوان کالا میبینن و توقعشون اینه که این دارو عین کالا باید عرضه بشه، هر چی فروش بیشتر بهتر، چون هزینه داره سکو. و ما به شدت با این دیدگاه مخالف هستیم. وگرنه من از خدام بیمار کنسری که نمیتونه بیاد یا عضو پیوندی داره باید حتما ما منزلتش رو رعایت کنیم با پروتکل‌های درمانی و با اینکه زنجیره سرد و ملاحظات حوزه درمان رو رعایت کنیم، بیمار رو داروشو به دستش برسونیم. با این هیچ مشکلی نداریم. امیدواریم که میگم به سمت و سوی بریم که واقعا اون اصالت دارو، بحث زنجیره سردش، اینکه خدای نکرده قاچاق تو این حوزه نیاد. الان شما من چند تا عکس دارم، مثلا ببینید
کلی داروی یخچالی رو دارن میفروشن تو فضای مجازی که اصلا من نمیدونم یخچالش چجوریه، دماش چجوری کنترل میشه. اکسار دادید نوبتچی اتاق فرمانی؟ بله من مثلا دیتا لاگر دارم تو داروخانه، دمای من کنترل میشه. شما اصلا الان اکسیکودون دارن میفروشن تو فضای مجازی که اصلا دارو پرونده‌ایه. حالا عکسش شما میتونید ببینید، اصلا من نمیدونم اینا چجوری تو فضای مجازی فروخته میشه. من کل صحبتم اینه که بعد تازه مارژین داروها رو نگاه کنید، شما مارژین سود داروها ببینید، نگاه کنید، داروی بالای 20% تک و توک توش پیدا میکنید. بعد چجوری مثلا کمیسیون 20% میگیرن بابت دارو؟ من اصلا اینا همه میدونید چی میخوام بگم، برای اینکه هم لحاظ نمیشه قیمت مصرف کننده دارو و اینکه اون زنجیره واقعا تحت کنترل نیست و اینکه بخوای شما سرخود هر کاری رو تو حوزه دارو بکنی، واقعا این بی‌نظمی تو این حوزه بیداد خواهد کرد و عملا دارو و اون سلامت کالایی که باید دست مصرف کننده برسه نمیرسه. حالا اگه من وقتم چی میتونم نگه دارم؟ وقتتون نگه داریم. یه دقیقه دیگه وقت داریم. میتونید اونا رو بذارید من بهتون نشون بدم دیگه. بچه‌ها دارن میذارن عکسو. بله. آقای مهندس جانم، میخواین شما الان 5 دقیقه و 30 ثانیه صحبت کنین تا حالا همزمان کار هم انجام میشه. من که جواب سوالای قبلم و نکاتی که طرح کرده بودم تا حالا ازشون نگرفتیم. یه بار دیگه موضوعات سوالاتون رو پراکنده بود دیگه. حالا بینندگان میبینن دیگه، به حال نوع تعامل و مدلی که از تفره رفتن برای پاسخگویی و مسئولیت پذیری وجود داره، همین 4 سال همینیم ما. من یه سوال پرسیدم چرا به تکلیف عمل نمیشه؟ پاسخی گرفتیم نه، همین 4 سال هم همین است. آقا تکلیف چرا عمل نمیشه؟ 4 سال مونده. یک سوال شفافه. اوکی، اینی که جواب نگرفتیم. موضوعات تخصصی هم که طرح کردیم که پاسخی نگرفتیم بابتش. اوکی، حالا بینندگان میبینن و قضاوت میکنن و استدلال رو، منطق رو با هم دیگه مرور خواهند کرد. بهترین قاضی خود شنوندگان بینندگان. ببینید پلتفرم ها، من خواهش میکنم که مصوبه هیئت مقررات زدایی رو دوستان. آقای مهندس الان عکسی که آقای دکتر صبور در موردش صحبت کرده بودن حالا تو تایم خودشون که حدود 1 دقیقه و 30 ثانیه هست. حالا ببینید این توی پیام رسان داخلیه و واقعا باید خیلی به نظر من باعث آبروریزیه. یعنی تو پیام رسان داخلی قشنگ میاد شماره میده. حالا ببینید واکسن هست، اکسیکودون هست، دارن به راحتی اونجا عرضه و فروش میکنن که اون دارو تحت کنترله. یعنی تو تهران اگه شما بگردید اکسیکودون رو تو 20 داروخانه از 4300 تا داروخانه نمیتونن بفروشن، ولی اینجا دارن عرضه میکنن. واکسن گارداسیل که به شدت به دمای یخچال باید حساس باشه رو دارن به راحتی میفروشن و قص علاوه کالاهای دیگه‌ای که قاچاق هستن و دارن و ایمیل دارن، نمیدونم لینک دارن و سکوهایی که مجوز دارن. من عکس اونا رو هم برای تهیه کننده‌تون فرستادم که مثلا یه داروی 7.5 میلیونی یا 2.5 میلیون رو با قیمت 25 میلیون 26 میلیون دارن میفروشن و متاسفانه هیچ کی هم جلودارشون نیست. و داره وقتتون تمام شد. من فقط توضیحی بدم به بینندگان، چون عکس‌ها رو قبل‌تر فرستاده بودید حالا قبل برنامه بچه‌ها تا بگردن این خورده طول کشیده، احتمالاً حالا سخت بشه اون عکس‌ها رو پیدا کرد، ولی عکس واکسن‌ها رو تایید دادن که رسیده دستشون تا حالا با یه خورده تأخیر میاد. بعد حالا مثلا واکسن قیمتش چند مصوبش؟ ببین اینا چند میفروشن. بله بذارید بریم سر بحث بعدی. آقای دکتر، آقای مهندس خدادادی، شما الان 7 دقیقه وقت دارید. 40 ثانیه‌اش هم گذاشته. خواهش می‌کنم. ببینید یکی از چالشایی که حالا ما داریم، به هر حال حالا من چند تا از این مجبورم از این نکاتی که واقعا تمایل به پاسخگویی نسبت بهش ندارم و عرض بکنم. تمایل داشتم بس تخصصی بره جلو. پلتفرم ها، ما یکی از مشکلاتی که با دوستان داریم اینه، کانال های تلگرامی، بله، پیجای اینستاگرامی رو با پلتفرم ها مقایسه نه اون یکیش پلتفرم هایی که حالا من که اوییدنس از شما ندیدم هنوز. ما پلتفرم هایی که مجوز دارن، پروانه کسب دارن و دارن فعالیت میکنند، نباید با کانال ها مقایسه کرد. برخورد کنید،
آقای دکتر، من الان شما به عنوان شهروند سوال دارم. چرا ما شدیم آقای کوکبی، چرا ما شدیم شبیه این که مسئولیتون روزیم گردن دیگران؟ یه دوست دیگه موقعی تو این کشور بیدار میشد میگفتش که منم صبح فهمیدم. چرا شما صبح باید بفهمید؟ ببخشید، اگر یه کسی داره داروی ارسال میکنه، مگر شما نمیفرمایید که ما نظارت داریم بر این که دارو از شرکت داروسازی به پخش و به داروخانه بره؟ مگه همچین نظارتی نداریم؟ نه من ندارم، من بخش سازمان غذا و دارو، به حال شما انجمن داروسازان و نظام پزشکی. اگر همچین فلوی وجود داره، نظارتش کجاست؟ پس چرا برخورد نمی‌کنید با اینها؟ پلتفرم‌های رسمی کشور که مجوز دارن و فعالیت میکنن نباید با سایت‌ها و کانال‌های غیر مجاز قیاس بشوند. اینو باید بذاریم کنار. این رو بارها دوستان میگن، ایشون هم فرمودن، اینا میگفتن مثلا یه مثالی، یه بار یه عزیزی اسم نمیبرم در مجلس تو کمیسیون بهداشت درمان مجلس برگشتن گفتن که ما پلتفرم ها داره داروی سخت جنین ارسال میشه. بعد گفتیم آقا اوییدنس بدین. اوییدنسشون فکر میکنین چی بود؟ اوییدنس این بود که داروخانه یه کسی به زنگ زده سفارش داروی سخت جنین داده، بعد داروخانه پیک گرفته مثلا از یکی از این تاکسی‌های اینترنتی دارو گذاشته تو نایلون داده، اون پیکه برده، میگن پلتفرمه. آقا خب پیک گرفته، این که مثلا خودش عرضه‌ای نبوده که شما الان برین داروخانه از مرکز محل داروخانه. این حرفا واقعا حرفای عامه پسنده و حرف تخصصی نیست متاسفانه. در رابطه با من خواهش میکنم به نامی هیئت مقررات‌زدایی را اگه دوستان زحمت بکشن منتشر بکنن روی ویدیو وال ممنون میشم. امیدوارم که به قوانین احترام بذاریم. آقا ملاحظه بفرمایید. آیا ما میدانیم که جایگاه قانونی هیئت مقررات‌زدایی چیست یا خیر؟ اگر میدانیم مصوبه. شما ملاحظه بفرمایید که صراحتاً گفته که طبق فلان 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 همه موارد رو ذکر کرده. هیئت تخصصی نمیدونم آموزش پزشکی دیوان، همچنین استفساریه فلان فلان فلان، معاونت حقوقی، صدور مجوز با اتحادیه کسب و کارهای مجازی است برای فعالیت پلتفرم ها. و اینجا هم صراحتاً گفته که آقا از فعالیت اجازه ندارین اختلالی در فعالیت پلتفرم ها ایجاد بکنید برای مجوز، محدودسازی و غیره. اگر ایشون میفرمایند کجا مجوز داری، این قانونه. اگر قانون رو قبول ما یه بار استناد میکنیم به برنامه هفتم توسعه، یک بار استناد قانون رو آقای دکتر ما نمیتوانیم بندیش رو دوست داشته باشیم، بندیش رو دوست قانون داره میگه آقای دکتر الان این قانون رو قبول دارین شما؟ این قوانین رو قبول داریم شما؟ اگر قوانین رو ما قبول داریم خب باشه، ایشون من خطاب قرار میدم، ایشون زمان خودشون پاسخ بدن. من که سوال دارم میپرسم، سوال تخصصی. آیا ما قوانین مندرج در این نامه که مصوبه هیئت مقررات‌زدایی، دیوان عدالت اداری، هیئت‌های تخصصی فرنگی و پزشکی دیوان عدالت، همچنین استفساریه‌های از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، من نمیدونم ما دیگه چه قانونی رو با قانون مجلس، قانون رأی دیوان عدالت اداری، رأی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، هیچ کدام از اینها رو قبول نداریم. تازه شما از من سوال میپرسین که مجوز از کجا میاد؟ آقای دکتر واقعاً اگر شما این رو نمیدانید یا ما اشتباه نشستیم داریم با هم گفتگو میکنیم، یا میدانید و میخواهید بگید نمیدانم، این دیگه خیلی من هر کدوم از این دوتا باشه برای من عجیبه. چقدر زمان من شد؟ بذارید من نگه دارم الان 4 دقیقه و زمانم مونده آقای دکتر. من زمانم مونده با این زمانم مونده آقای دکتر. بذارید بگم من زمانم ادامه بدید. میتونم زمانم هم ذخیره کنم برای بعدا؟ حالا بله پس ذخیره میکنم. ببینید ما با این قانون، منم که گفتم با اصل فعالیت دوستان مشکل نداریم، با نحوه و شکلی که ایشون میخوان فعالیت کنه ما مشکل داریم. قانون مشکل داره. الان ببینید اگه ایشونو میگه 2 بار رئیس جمهور که دومین شخص اجرایی کشوره دستور داده که آقا تا نظر وزارت بهداشت حالا به اصطلاح گرفته نشده جلوگیری کنید، ولی دوستان انگار نه انگار که مقام دوم کشور از نظر اجرایی همچین دستورالعملی صادر کرده، خودشون هم میدونن. اون رو خواستیم من برنامه‌اش خواستیم براتون پیدا میکنم. ببینید من یه بار دیگه عرض میکنم خدمتتون، ببینید ما با فعالیت این سکو مشکل نداریم که میگیم آقا من باید کار خودم رو بکنم، من نسخه بیمار رو میپیچم، شرایطش رو اوکی میکنم، بعد بهت زنگ میزنم میگم بیا ببر. حالا ایشون داره میگه اون برای سقط جنین
به نظر من آمار اشتباه بهش دادن. خود من رفتم دفتر آقای دکتر توکلی که به رحمت خدا رفتن، من همونجا آقای دکتر نوری معاونش اگه اشتباه نکنم، برین بپرسید از همین سکوهایی که ایشون میگه، از همین سکوها مخدر ترامادول خریدم براش آورد و برای خدا بیامرز بپرس از آقای نوری داروی سقط جنین خریدم به آدرس خونش، اون موقع در قید حیات بودن. خب ایشون داره میگه من خودم دیگه این کارم میدونم با چی کار کنم. من کل صحبتم اینه که سکوها باید فعال باشند ولی در چارچوب قانون تو حوزه سلامت. بازم تاکید میکنم حوزه سلامت چیپس و پفک نیست که هرچی خواستیم بفروشیم. اینو باید به نظر من ببینید دوستان، مشکلش اینه که دستورالعملی که وزارت بهداشت مینویسه برایشون قبول ندارن، میگن نه اون چیزی که ما میگیم باید اجرا بشه. خب این الان محل چالش ما با دوستانیشه. میگم شما بیا این تنظیمگری رو قبول کن، اینجای کارش با من، حملش با تو. حملش هم تازه استاندارد داره، باید دیتا لاگر داشته باشین، یخچالتون مناسب باشد، دمای یخچال اوکی باشه. نمیشه با اونه که پیتزا بردینم بندازی توش دارو مردم ببری که خدا تومن 100 میلیون 150 میلیون با این چیز دارو شیمی درمانیه. باید زنجیره سردش رعایت بشود. بالاخره داروه، چیز معمولی نیستش که شما با این چیز بخواید مقایسهش کنید. تمام صحبت ایشون هم هی میگه این قانون ما مشکلی نداره که اگه الان شما سکو مجوز گرفتید من باش مشکلی دارم، دارین فعالیت میکنید. ولی تو حوزه سلامت نیاز به تنظیمگری خاصی داره. اون تنظیمگری رو اگر دوستان رعایت کنند و به دست من و هموطنان من مطمئن بشم، الان همین صحبتی که داره ایشون میکنه، شما همین سکو، این سکوه، شما میخوای اسمش هم بخون، اگر مشکلی نداری، اگر از نظر فردا نگن برن از صبور شکایت کردن، این سکو هست یا نیست؟ خب نخون، حالا بشنشون. من ببینم چیه از روش نخون که نه اون چیه بخون؟ بخواید بخونیمش خیلی فرق نمیکنه. اسم سکوشو نخون، ول کن. این که یه تصویر نه بالا قیمتش هست. یه لحظه اجازه بدید من بگم اینجا چی نوشته که داروخانه آقای دکتر صبو دارای قاچاق میفروشه، داروی سقط جنین هم میفروشه. اینجا نوشته. نه بده من پس بالا آیا این قابل استناده؟ نه اکشن به دشمن اسکرین شات گرفتم از صفحش. من الان دارم ببین من اسکرین شات شو نشون بدم دیگه بابا، بیا اسکرین شات خودش نشون بدم ببینید. الان رو پرواز گذاشتم، عذرخواهی میکنم زنگ نخوره برنامه‌تون. ببین این خرید شده اینجا، ببینید ببین صفحشه خرید شده. ببین شما الان من حس کردم این صفحش خرید شده. من میگم اگر دوستان سمت دوربینم نشون بدین، نمیتونم نشون بدین. این صفحه است دیگه، این خرید شده. بچه‌ها اگر اسکرین شات گرفتیم خرید شده. این اصلا یه سکویه که از خود وزارت سمت مجوز داره و عرضم به حضور شریف شما نه ارسال شده. بله ارسال شده. ارسال هم داره توش. نه اینا حالا من یه توضیح میدم. این صورت حساب ارسال 45 میلیون تومان. ببین دوربین الان بچه‌ها اگر دوربین رو هم الان کاملا مشخصه. ببین نداره بیف. الان ببین شما نت داری اینجا، من نت هم ضعیفه. بله من جلو خودت خرید میکنم هر دارو مخدری خواستی از سکوهای معتبر این دوستان، ببین میاد یا نمیاد. خب ببین بعد شما برمی‌داری اگر من داروخانه فروختم چرا سر زنجیره رو ماسکه کردی؟ من نمیدونم دارو از کجا. شما به عنوان مصرف کننده حق نداری بدونی دارو از کجا داره تامین بشه. چرا اول زنجیره رو ماسکه کردین؟ پس معلومه مشکلی دارید دیگه. بعد توجیه دوستان اینه که داروخونه یا اون مرکزی که داره میفروشه که من مطمئنم داروخونه یا مرکز نیست باش برخورد میشه. شما اول زنجیره تا انتهای زنجیره رو به من نشون بدین. بله. شما چجوری چیپس و پفک و غذا رو نشون میدید از کدوم رستوران اومده، اینم نشون بدید اگر واقعا مشکلی ندارید. سکوهایی که مجوز داره، اینماد داره از وزارت سمت. بسیار عالی. آقای دکتر دوباره صبر کنید. آقای بله هر دو بزرگوار 20 دقیقه صحبت کردین مجموعاً دیگه، حالا یه خورده عقب‌تر. الان چون دیگه تقریبا برنامه داره رو به آخر میرسه، هر کدوم در حد 4 دقیقه صحبت بکنید و جمع‌بندی بکنید. من خواهشم اینه که واقعا بحث به یه خروجی برسه. هم از سمت شما اگر نکته خاصی رو میخواید مطرح کنید میتونیم هم 2 تا 2 دقیقه‌اش کنیم، یعنی شما 2 تا 2 دقیقه یه 2 دقیقه اول سوال بپرسین، شما اگر نکته دارید در پاسخ یا برعکسش میتونیم هم نه 2 تا 4 دقیقه بریم جلو. من سوالمو دوباره تکرار بکنم آقای دکتر جواب بدن
چرا تنظیمگری های دکتر انجام نشد؟ جواب منو بدن. من حتی یک سوالمو تو این برنامه بپرسم، میگم تنظیمگری قائل باشیم، بفرمایید چرا انجام نشد تو این 4 سال. ببینید تا اونجایی که من میدونم، من تو حوزه بخش همچی که ایشون از حوزه بخش خصوصی هستن، منم عین 30 سال میتونه سابقه کارم ببین. من دقیقاً امسال 30 سال رد کردم که تو حوزه دارو کار میکنم. پخش بودم، فلان بودم، داروخانه بودم، داروخانه دولتی هلال احمد دهه 70 بودم. ببینید چیزی که ایشون میفرمایند وظیفه من نیست، اگر اتفاق خود حوزه دولتی بیاد، ولی چیزی که من میدانم دوستان قوانین و مقرراتی که حوزه بهداشت رو نمیخوان رعایت کنن. میگن باید عین یک داروخانه ما همه چی رو ببینیم و بفروشیم، نسخه رو ببینیم. خب این یعنی چی؟ یعنی فیلتر کردن نسخه به مکانهای خاص، کاری که الان تو آزمایشگاه اتفاق افتاده. شما یه روز با من بیاین بریم سر زده، هر روز شما گفتید، اصلا به منم نگو کجایی، با هم میریم تامین اجتماعی روبروی پارک لاله، اداره اون آزمایشگاه. از موقعی که سکوها به صورت رسمی اومدن، برین آمار اونجا برین، 2 ساله آزمایشاشون 2 برابر شده. پول اینو کی داره میده؟ هزینه‌شو کی داره میده؟ از جیب من تو ما داره میره به عنوان حق بیمه‌ای که پرداخت کردیم. یعنی اگر اون فیلتری که مد نظر من هستش تو چارچوب قانون بوده باشد، اوکی. همین سکوها شما پول بده بدون که شماره بنویسن، برات نسخه می‌نویسن. آخه من نمیدونم کجای دنیا این کارو میکنن. باز یک بار دیگه تاکید میکنم، من با اصل کار با دوستان هیچ مشکلی ندارم. به جای اینکه وزارت بهداشت با در خدمت این دوستان باشد، آیتی با در خدمت ما باشد. الان برعکس شده، دوستان توقعشون اینه که من حوزه سلامت برم در اختیار آیتی باشم. همچین چیزی نیستش. من حوزه سلامت هستم، آیتی بیا در خدمت من باشد. با نظرات من قوانینی نوشته بشود که در عین اینکه سلامت، اصالت، قیمت همه چی توش رعایت بشه، دارو سلامت برسه دست مردم. میخواین حالا آقای مهندس بگه ما 2 دقیقه بگیم؟ چقدر زمان؟ 2 دقیقه الان برای پاسخ. الان 2 دقیقهشون مجموعاً 4 دقیقه وقت دارید که 2 دقیقهش رو الان میتونید استفاده کنید یا 4 دقیقه. من باز ایشون جواب من ندادن. یه جایی مطلعاً میفرمایند شما جلسات رو برگزار نکردین به اشتباه، که طبق همون آیین‌نامه من میدم شما توی برنامه‌تون بذارین. جلسات رو باید وزارت سازمان غذا و دارو برگزار میکنه. من نمیدونم شما اگه بخش خصوصیین، پس این جزئیات چرا مطلعید؟ اگر جایی باید جواب بدین میگین من مطلع نیستم. اون جایی که یه نیاز میخواین به یه چیزی استناد کنین در مقام مطلع ظاهر میشه. من به هر حال جوابمو دوستان عزیزان نگرفتم. چرا 4 سال تنظیمگری انجام نشد؟ دوستان میگن تنظیمگری رعایت کنین، تنظیمگری نمیکنن. خب باش، منم نفهمیدم. اگر شماها فهمیدین، بنده هم تو این 4 سال متوجه شدم، من متوجه نشدم. دوستان اگر 1 سند داشتن از تخلف پلتفرم ها، عکسایی که نشون میدن، من عکس دارم، تا الان 33 بار شکایت کرده و اون پلتفرم از حیز انتفاع ساقط کرده بودن. پرونده یکی از سکوهای اینترنتی که ازش شکایت شده بود، شما برین ببینین پشتش کی بود. وکیل اون شرکت رو من به شما آقای هوشیاران معرفی میکنم. ببینید پشت اون درخواستی که انجام شده بود برای اینکه مچ پلتفرم گرفته بشه چه کسی بود. این خیلی شفافه، همه اینا مستند موجود داره. همه روشی رفتیم که بخوایم ما به نتیجه برسیم که سکوها رو تحت فشار قرار بدیم. این هم مشخصه. در تو آزمایش هم که گفتن، من خواهش میکنم اینا حرف داریم مستند میزنیم، صحبت ایشون هست، دیتا و عدد و رقم اگر ایشون اثبات کردن، من همینجا میام عذرخواهی میکنم. اگر ایشون اثبات دیتا، این که بریم یه فرد که اثبات کنه که آزمایش‌ها 2 برابر شد، این حرف که شما دارین میزنید آقای جلوی دوربین میگم، این حرف کاملا خلاف واقعه و کاملا حرف پوپولیستی و ژورنالیستیه. اصلا امکان نداره آزمایش 2 برابر شده. مردم یعنی 120 میلیون آزمایش تو این مملکت بوده، شده 240 میلیون. یا ما هندسه اعداد رو نمیدونیم یا واقعا عادت کردیم به نکاتی که مستند نیست بگیم. این حرف واقعا عجیبه. 2 دقیقه شما تمام شد. آقای دکتر شما 2 دقیقه پایانیتون هست. ببینید آنچه که آقای مهندس میگن بازم تاکید میکنم. ببینید ما از بحث آیتی تو حوزه سلامت باید استفاده کنیم، ولی با روشی که سلامت مردم در خطر نباشه. این چیزایی که من گفتم اجراییه. پس بنابراین بچه به شما گفتم که هر روز شما گفتید، الان گوشی شما کاش وقت داشت همینجا شما وصل میکردی به مانیتور سکوهایی که از وزارت سمت و وزارت ارتباطات حالا مجوز دارن، متفرقه نه.
به قول ایشون کانال ها نه، اونا رو بذاریم کنار. از همونا من چند قلم کالا بهت میدم، اسمم نمیبرم، اسم سکو رو شما بزن اینجا، همونجا به صورت شماتیک تو صفحه نشون بده، من پولشم من میدم، ببین میارن یا نمیارن. خب ایشون که داره میگه، من که نمیخوام دروغ بگم، من فکر سلامت مردم هستم. من میگم آقای سکو شما بیا با من همکاری کن، من اصالت بیمار، اصالت دارو همه رو اوکی میکنم، مسئولیتشم به عهده میگیرم طبق همون قانونی که ایشون میگه. گفته مسئول تحویل دارو در داروخانه دکتر داروسازه. من دارو رو تحویل شما میدم وکیوم، شما باید تحویل مردم بده. این کجای کارش ایراد داره؟ منتها تو بحث حملش هم قوانین رعایت کن، زنجیره سرت رعایت کن، جی پی اس بذار که دارو دست مردم برسه، بسته‌بندی باز نشه. شما یکی از بهترین برندهای چشم پزشک، من همین هفته پیش اسم دارو هم خواستی میبرم، ویزیوداین خریدن 100 میلیون، بیمار بیهوش کردن، دیدن توش آمپول دارو نیست. خب آخه کی میخواد پاسخگوی اینا باشه؟ بنابراین من با صحبت‌های مهندس موافقم، با فعالیتشون موافقم، یعنی با فعالیتشون، ولی تو چارچوب قانون. اینجا حوزه سلامته، حوزه‌های دیگه‌ای نیستش که قوانین خاص نداشته باشه. اینو یه مقدارم با کسب و کار اینجا رو اشتباه نگیرن. یعنی توضیحی که ایشون داد اولم گفت اینجا کسب و کاره. کسب و کار به اون معنایی که هرچی فروش کردی هرچی بهتر بفروشی اینجا نیست. بسیار عالی. آقای مهندس خدادادی 2 دقیقه پایانی شما داشت. بسیار عالی، ممنونم از شما. من 2 تا نکته بگم و جمع‌بندی بکنم. سکو از کجا وقتی داره دارورسانی انجام میده، کجا انجام میده؟ از داروخانه. اگر دارویی که OTC نیست و نباید بدون نسخه ارسال بشه و سکو داره ارسال میکنه، تخلف داروخانه است. برید با داروخانه، اگر شما ماسکه کردید نمیذاری برید وظایف ذاتی خودتون انجام بدین. آقای دکتر، این که بخوایم بیاییم همه چیز رو گردن سکو بندازیم حرف غلطیه. من یه دارویی زدم، سکو برای من آورد. سکو از کجا آورد؟ از داروخانه. اگر بالفرض آورد که نمی آورد، اگر هم آورد داره داروخانه میاره، چرا با داروخانه برخورد نمی‌کنه؟ یک موضوع. میفرمایند اینجا کسب و کار نیست، پس شما چرا دارین کسب و کار میکنید؟ تمام دعوای دوستان و انجمن داروساز اتفاقا کسب و کاریه. سر اینه که کسب و کارها نباید با داروخانه‌ها انعقاد قرارداد بکنن، این کسب و کاریه. پس مسئله دوستان خودشون کسب و کاریه، ما رو نهی میکنن. آقای دکتر، کسی که خودش رطب میخوره نمیتونه به کی بگه رطب. شما دارین کسب و کار میکنین، اتفاقا تضاد منافع هم دارین، منتها اینو نمیخواین بگین. ایشون میفرمایند طبق قانون عمل کنن. بابا به خدا دفعه چندم من چی بگم؟ قانون رو چرا انجام نمیدین که ما بهش عمل کنیم؟ چرا تکلیف رو انجام نمیدیم؟ آقا عزیزانی که نگاه کردین، بزرگوارانی که نگاه کردین، ما میگیم تنظیمگری اوکی، ما قبول داریم، تولیت هم میشناسیم، میپذیریم. هیچ کدوم از حرفایشون که میفرمایند ما نمیپذیریم درست نیست، ما میپذیریم، دقیق هم میپذیریم. اما چرا به وظایف ذاتی خودشون که تنظیمگری در حوزه سلامت هست دوستان عمل نمی‌کنن؟ به خود حرف ما همینه. من میتونم یه نکته سکوها ببین حرف من داره قطع میشه. ما سکوها حرفشون همینه. ما دنبال نقش آفرینی در حوزه سلامت هستیم، فناوری قراره بیاد کمک بکنه به حوزه سلامت و بخش بهداشت و درمان تنظیمگری تخصصی خودش رو در حوزه سلامت ایفا بکنن. چرا نمیکنن؟ من هنوز جواب سوالم رو از ایشون نگرفتم، با مثالهای پراکنده و حرفهای پراکنده مواجه شدم. چون تایم تموم شده و دوباره باید پاسخ من برای اینکه برادریمو ثابت کنم حاضرم در حضور شما با ایشون قرارداد همکاری بنویسم. داروهایی که من از بیماران میگیرم کار نیست. خب چرا قرارداد داروهایی که بگیرم شما حملش رو به عهده بگیرید. آقای دکتر مگه کسب و کار شما نمیخواید تو این حوزه؟ شما همین الان گفتین کسب و کار نیست. نه کسب و کار به معنایی که شما میگی چیپس و پفک نیستش. خدا وکیل. بسیار متشکرم، ممنونم از هر دو بزرگوار. من الان 10 ثانیه رو نگم. بگو. وقتتون گذشت، وقتتون تمام شد. ممنونم از شما آقای دکتر بابت چیز. ما همه هدفمون اینه که واقعا نفعش و منفعتش به مردم برسه. تلاشمون اینه به عنوان نماینده صنفی که منفعتش به مردم برسه، نه واقعا. ولی ماسکه کردی یا نمیذاری ببینیم از کجا دارو میاد. آقای دکتر بفرمایید، چون دوباره الان داره الان یه چیزی گفتن دیگه من باید جواب بدم. ماسکه‌ای که میفرمایند من یه دستورالعمل به شما میدم تو برنامه بذارین ببینین که آیا غذا و دارو 2 نوبت داروخانه ها رو تهدید کرده به پلم در هر کاری با پلتفرما یا نه. مجوز ندارم. مجوز مگه قانون نشون ندادین؟ مجوز حمل داریم. آقا قانون مگه آقای دکتر قانون قبول دارین یا ندارین؟ مجوز حمل داریم. مجوز نسخه پیچی نداریم. آقای دکتر واقعا من فکر می‌کنم یه بار
بازنگری آقای کنیم مهندس. برای دفعه‌های بعدی فکر می‌کنم. آقا بعد از برنامه آقای بشیم و مهندس. 2 تا نسخه اینجا بگیریم. اوکی هستی از بسیار همون عالی. من حالا چون دیگه وقت برنامه گذشته از همه دو خواستی اینو بعداً بگیر شماتیک تشکر بعداً می‌کنم. پخش کن. امیدوارم انشالله. آقای دکتر به نکاتی که ادعا کردن واقعا چون مستند احتمالاً بپردازن. این گپ و گفت ادامه پیدا میکنه. ما برنامه رو همینجا به پایان میرسونیم. از شما مخاطبان ما هم عزیز خداحافظی نکنیم. میدان دانشگاه چون ادامه میدید نه واقعا نه بابا، خداحافظی کنیم. متشکرم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.